السلام علیکم دوستان عزیز. روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه کس خوب هستید. همیشه خوب مانید دوستان عزیز. رحمت برای لایک و رسماتتان، رحمت برای کامنتاری های خوبتان، رحمت که کانال ما دستگیری میکنید. دستگیری شما پیشروی ماست. امروز من یک نمود بولوچک با میوه آماده کردم. حتما با ما باشید. ویدیو را تا آخرش تماشا کنید. در اینجا من 250 میلی لیتر شیر و 150 گرم شکر آمیخته کردم. تا شکرام و حل شدنش نقص آمیخته میکنیم. به بالایش نیم قاشقچه نمک اضافه کردم. اکنون به بالای این آرد را همراه میکنیم. اینطور من در اینجا یک قاشقچه دراج را با یک قاشقچه شکر اپاره کردم. آن بودم به این اضافه کردم. من اینطور خمیر را نغز کرد آمیخته کردم. به بالای 100 گرم رستاپلینی سلیویچنی مسله آب کرده شده آمیخته کردم به بالایش. اکنون من در اینجا 100 گرم مویز را با آب گرم 10 دقیقه دم داده به این آمیخته میکنم. من در اینجا به خمیر ما آمیخته میکنیم. خمیر سختی بد نه، ملایمی بد نه. انا همین طور بیاد خمیری ما. در اینجا اکنون من خمیری ما شد. من بالایش را پشته به مدت 45 دقیقه در جای گرم نگاه می‌داریم. من در اینجا خمیری ما رسید. من چنانی که می‌بینید خمیری ما رسید. اکنون ما خمیر را به زوالچه ها تقسیم می‌کنیم. من همینطور ما به زوالچه ها تقسیم کرده. هر یکی اینه من یک دان زوالچه ها را همینطور به لیستی دخافکه ها ما میمانیم. دخترها ویدیو را تا آخر تماشا کنید. پدیلیت کنید به یار و دوستان تا که آنها هم ویدیوها ما باخبر شوند. دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما است. هزار رحمتی کلام برای دستگیری هاتان. در اینجا من بولوچک کرده شدم به بالای من اینطور آرایش میدیم. با کارت اینطور بالایش را کم میبریم. اکنون من این را در مدت 15 دقیقه دم میدیم. بالایش را پشته 15 دقیقه دم میدیم. در اینجا بولوچک ما دم گرفت. اکنون برای آرایشش من یک دانه زردی تخم را با یک قاشق شیر اضافه کرده به بالای این اینطور مالیدم. اکنون برای آرایشی بولوچک ما کمتر به بالایش شکر میپاشیم.
مانا در اینجا بولاشکی ما تیار شد. حتما به آیلی خودتان تیار کنید. در حقیقت با لذت آمد. خیر دخترها، در پناه الله مهربان باشید تا ویدیوهای آینده. خیر.